Tamam dediniz. Tamam, sabah var. به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، اینک بار دیگر در خدمت شما هستیم و قبل از شروع برنامه از یکایک شما معذرت میخواهم برای تأخیر در آغاز این برنامه، زیرا ما الان در سفر هستیم در شهر ورشاو و خودتون میدونید که سفر همه گونه سفر مشقت دارد، دشواری‌ها دارد و با سبب‌های تکنیکی نتوانستیم برنامه رو در وقت خود آغاز کنیم. یک مرتبه با تاخیر افتاد و بعدا هم بالا هم میبینید که برادران دوستان خیلی زحمت کشیدن تا اینکه بتوانیم این برنامه با تاخیر هم باشد آغاز شود. چرا با وجود سفر من لازم دانستم که این صحبت آنلاین رو امروز با مردم عزیز داشته باشم، اگرچه امکان داشت که بعد چند روز دیگر برگردم به منزل و از اونجا این صحبت رو انجام بدهیم. دو سبب دارد، یکی اینکه بین صحبت گذشته ما و امروز خیلی فاصله زیاد است و ما سفرهای زیادی در این بین داشتیم و نتوانستیم متاسفانه در خدمت مردم عزیز باشیم. و سبب دیگر، عامل دوم این است که در این یک دو روز آخر خیلی از حادثه های در کشور و اطراف کشور رخ داد و بسیار از دوستان، از نزدیکان، کسانی که پیگیری میکنن همیشه مسئله ها را از بخصوص از طرف مردم عزیز، سوال های زیاد مطرح شد که چرا من خاموش هستم نسبت این حادثه ها، موقع خود را بیان نمیکنم، یا اینکه خیلی هم دوستان توصیه کردن که هر چیز زودتر باید در مسئله های جاری نقطه نظر گفته شود و بنابراین من لازم دانستم که بدون تأخیر و منتظر نشویم که کی به سفر برمیگردیم در این ساعت در خدمت شما باشیم. چرا من موضوع صحبت را چنین انتخاب کردم که آیا ملت بار دیگر هم به دام فتنه یا به گرداب فتنه می افتد یا می تواند این دفعه ملت خودش را از همه گونه دام ها و گرداب ها برهاند. و موضوع خیلی مهم است و من بنا به همین اهمیت موضوع بود که دیگر نخواستم زیاد تأخیر شود و خواستم که فکر و اندیشه ها و ملاحظه های خود را با ملت عزیز در این موضوع در میان بگذارم. چرا من خیلی نگران هستم و می ترسم از آن که ملت تاجیک باز یک بار دیگر در فتنه، در گرداب فتنه می افتد، چون متاسفانه در طول تاریخش ملت تاجیک همیشه در فتنه های گرفتار بود. ما اگر کتاب های تاریخ را ورق بزنیم، تاریخ چه قدیم، تاریخ اسرار میانه و حتی تاریخ همین 100 سال آخر را از زمان امارات بخارا شروع کرده تا دوره بلشویزم، ملت تاجیک بارها در اسارت فتنه ها بود. فتنه هایی که یک قسمش از طرف مردم، از طرف دایره ها و گروه های گوناگون سر میزند که باعث جنگ و کشمکش ها و خونریزی های زیاد شده است
و یک قسمت از فتنه های بودن که مخصوص راه اندازی می شوند و طراحی می شوند، راه اندازی می شوند و مردم گرفتار اون فتنه ها می گردند و بدون آنکه بدانند، حس کنند، درک کنند که در این فتنه گرفتار شدند، اونا مسئولیت خود می دانند. یک قسمی از مردم که بیان در میدان و حالا برای دفاع از ارزش ها، ننگ و ناموس یا اون مسئله های حساسی که مطرح می شود در میان گذاشته می شود و فتنه‌گران آن را طرز مطرح می کنند که دیگر واقعا هم برای یک انسان خیلی دشوار است اون را نادیده بگیرد و ملت دچار فتنه ها شده است بارها در تاریخ خودش و متاسفانه باعث کشمکش ها، خونریزی ها و عقب روی ملت در طول این عصرها بوده است. من در اینجا برای آنکه صحبت طولانی نشود درباره آنکه در عصرهای گذشته چگونه ملت ما بارها دچار فتنه های مذهبی شد، دچار فتنه های دینی شد، فتنه های قومی بودند و این فتنه ها حتی در زمان امارت بخارا هم رخ دادن. اگر شما کتاب های صدرالدین عینی را بخوانید، مطالعه کنید، در اونجا خیلی خوب اون منظره ها رو تصویر کرده است. احمد دانش در این باره خیلی خوب گفته است که حتی در زمان امارت بخارا هم ملت تاجیک نتوانست از فتنه های قومی و بخصوص مذهبی خود را حفظ کند. بارها قتل عام در بخارا رخ داد و آخرین فتنه که ملت ما دچار آن شده بود، فتنه بزرگ البته این در سالهای 90 بود که توانستند دایره های معین با کمک خدمات جاسوسی کشورهایی که منفعت دار بودند که در بین ملت تاجیک این فتنه بیفتد، ملت تاجیک را به چند گروه ها تقسیم کردند. آمدن از لحاظ محل تاجیکستان را تقسیم کردند، قراتگینی را یا مردم منطقه رش را در مقابل منطقه های دیگر مثل کلاب گذاشتند، کلاب را در مقابل وحدت را در مقابل منطقه دیگر یا صلح را در مقابل مناطق دیگر و توانستند با این عامل محل را طرز پررنگ کنند که دیگر ملت نتوانست خودش را از دام این فتنه برهاند، چون برای هر کس، برای هر گروه منفعت‌های منطقه‌اش، محلش اولاتر و مهمتر می‌نمود از منفعت‌های ملت و هر کس خود را همچون پاتریوت منطقه خودش، پاتریوت دهه‌اش، وطن دوست. و معنای وطن دوست در اون زمان این بود که هر کس باز از دهه، از روستا یا اگر به معنای وسیع‌تر بگیریم از اون زادگاهش باید دفاع کند. کلابی از کلاب، سغدی اون وقت لنین آباد بود یا خوجند از منطقه خود، وحدت، رشت، بدخشان و نتیجهشون شد که ملت وارد یک جنگ شهروندی شد و جان ده ها هزار تاجیک یا تاجیکستانی را گرفت و با تلاش و زحمتی هم خود ملت و سازمان های بین المللی بالاخره پیش روی این فتنه گرفته شد. اما فتنه قومی یا فتنه محل در تاجیکستان یگانه فتنه نبود. بازم فتنه دینی، فتنه مذهب را همیشه دستاندرکاران این گونه طرح‌ها در دست داشتند، در بین مردم میپرتافتند و باز هم تاجیکستانیان را به شیعه و سنی بخصوص بین مردم اکثریت اهالی تاجیکستان که پیرو مذهب حنفی و در عقیده اهل سنت و جماعت هستند و ما اقلیت هموطنان گرامی قدر اسماعیلی را داریم در بدخشان و اگرچه بس طور آشکار و واضح نبود اما با هر شکل این فتنه و این بلوا را همیشه در جامعه تاجیکستان مطرح میکردن. من یادم هست که وقتی که نامزد به پرزیدنتی دولت خدانظرف بود، یک شخصیت بسیار معروف، چهره شناخته، یک تاجیک، یک تاجیکستانی، اما چون زاده بدخشان بود و پیرو مذهب اسماعیلیه، وقتی که علیه او تبلیغ میکردن بسیاری از دایره ها، از آن جمله دایره هایی که به حکومتداران نزدیک بودن، مسئله را مذهبی میکردن که چگونه یک تاجیک سنی باید که پشتیبانی از یک نامزد کند که اسماعیلی هست و حتی نهضت اسلامی تاجیکستان را به آن متهم میکردن که حزب
اسلامی سنی هست، اما از نامزد اسماعیلی پشتیبانی کرده است و این نامزد را پیشنهاد کرد و به خبر از آن که ما در یک جامعه در یک کشور زندگی داریم. البته اونا خبر داشتن، اما ملت که تجربه ندارد، مردم سواد کافی سیاسی و دینی ندارند، واقعا این گونه فتنه ها برایشون خیلی تاثیر دارد. و من این مقدمه رو برای چی آوردم؟ برای آنکه متاسفانه در این شب و روزهای آخر نوارهای رو دوستان با من فرستادن که در جامعه، البته نه در همه جامعه، در بخشی از جامعه بخصوص بین جوانان با غیرت، با ناموس و پر احساسات تاجیک باز هم بحث‌های مذهبی و بحث‌های منطقه‌ای دارد از نو اوج می‌گیرد و هر کدام از طرف‌ها وظیفه ایمانی، وظیفه انسانی و ملی خودش می‌داند که در این میدان بیاید با حرارت و با تمام قدرت از ارزش‌ها و از هویت خودش دفاع کند و این از خود دفاع کردن‌ها و این برخوردها به حد می‌رسد که دیگر جامعه تاجیکستان به گروه‌ها، به مذهب‌ها و از نو به جبهه‌ها تقسیم می‌شود و یک طرف دیگر را باز کافر، مرتد، مشرک و طرف دیگر برای دفاع کردن از خود با احساسات داده می‌شود، باز هم شروع می‌کند به جواب‌های سخت و تند دادن و در نتیجه فضا را یک جامعه را یک فضای بسیار هم پر از تشنج و در عرفه ترکیش باز فرا میگیرد که این بسیار خطرناک است برای ملت تاجیک. من اینجا به چند نکته اشاره میکنم. اول اینکه برادران و خواهران عزیز، هموطنان گرامی خوب میدونن، یعنی همین تجربه جنگ شهروندی و تجربه سالهای 90 برای ما کافی است که توانستند از بیرون این عامل منطقه، محل و مذهب را پررنگ کنند و ملت تاجیک را در مقابل یکدیگر بگذارند. البته جامعه تاجیکستان باید این را قبول کنیم، اعتراف کنیم که جامعه تاجیکستان تشکیل شده است از مسلمان ها و غیر مسلمان ها و خود مسلمان ها تقسیم شدن به مردم اهل سنی و اسماعیلی. البته بعضی سالهای آخر مذهب ها و جریان های گوناگون دیگری اسلامی هم پیدا شد که اونها هم شهروند تاجیکستان هستند و در قطار این مذهب‌های عنعنوی ما هموطنان زردشتی را دیگر داریم که چند از هموطنان ما گرایش به زردشتیت پیدا کردن. ما بهایی داریم، ما مسیحی های جدید داریم، غیر از اون مسیحی هایی که یعنی عنعنوی در تاجیکستان زندگی میکردن مثل پروسلاوی ها یا کسانی دیگر. ما الان کسانی هم داریم که پیروی از جریان های غیر عنعنوی مسیحی مثل بپتیست ها، مثل پیروان یهوه یا ادونتیست های روز هفتم و مثل اینها در تاجیکستان هستند دیگر. اینها شهروند تاجیکستان هستند. یعنی تاجیکستان از لحاظ قومی پررنگ بود، سه رنگ بود. ما تاجیکان رو داریم، ازبک ها هستند، ترکمن ها، قرقیز ها، روس ها، یهودی ها و کریگی ها که اینها 10 ساله ها و شاید بعضیش 100 ساله ها در این سرزمین ما زندگی کرده ایستادند. اما از لحاظ مذهبی و اعتقادی زیاد سه رنگ نبود جامعه تاجیکستانی، ولی این سالهای آخر در نتیجه این سیاستی درهای باز و جهانی شوی مناسبت ها به یک شکل طبیعی پیروان دین ها و اعتقادات گوناگون در تاجیکستان پیدا شد. همه اینها شهروند تاجیکستان هستند، در نزد قانون، در نزد جامعه جایگاه و حقوق برابر دارند و البته طبیعی است که در همه جامعه فرهنگ اکثریت، اعتقادات اکثریت و اون مردمی که به اصطلاح دولت ساز هستند، ملت ساز هستند که در تاجیکستان این ملت تاجیک است یا مسلمان ها هستند، از لحاظ اعتقادی مورد احترام در جامعه و قرار گرفته است و باید قرار بگیرد. در برابر این احترام و رعایت حقوق اقلیت ها و احترام اعتقادات آنها هم یک جزئی از واجباتی هست که در هر یک جامعه باید که وجود داشته باشد.
و اما همزمان با این وضعیت ما یادمون نرود که متاسفانه در کشور ما یک حکومتی هست که همیشه از روی پرینسیپ تفریق انداز و حاکمیت کن عمل کرده است و شاید یکی از سبب‌های دراز عمری این حکومت دیکتاتوری همین باشد که توانست از این سیاست تفریق اندازی، فتنه اندازی در جامعه خوب استفاده کند، البته خوب برای خودشان ولی بد برای ملت، و تا امروز جامعه رو بازم به محلها، به دوست و دشمن، به وطن دوست و خائن، به خودی و بیگانه تقسیم کردند و توانستند از این طریق عمر سیاسی خود را طولانی کنند. من نگرانیم از چی است؟ چرا این موضوع را انتخاب کردم و چرا لازم دانستم که در این روزها در این موضوع صحبت کنم؟ چون نشانه های از فتنه جدید به چشم می رسد و خدا را شکر میگویم که جوانان با ناموس ولی پر از احساس ما درک کردند. مثلا در این 2 روز اخیر وقتی که این موضوع بحث های مذهبی و منطقه‌ای در جامعه داغ شد، خود اون طرف ها درک کردن که در اینجا یک بازی هست، دستی بیگانه هست از بیرون که این روندها را مدیریت کرده ایستاده است و خودشان شروع کردن به عقب نشینی، اما با حفظ موقع و با حفظ اون دیدگاه های خودشان که واقعا قابل تحسین است و قابل ستایش هم هست که بالاخره اگرچه خیلی هر دو طرف جوانان اگرچه با ننگ و ناموسن اما بدون تجربه، با احساسات و یک کمی داده شدن به این مسئله ها، اما بالاخره درک کردن که از این بحث ها و از این کشمکش ها می توانند دایره های دیگر استفاده برند و این روند را باز هم به سمت خشونت و خدای نکرده اختلافات مذهبی بکشانند. و این باز تکرار میکنم قابل ستایش است، پشتیبانی است و من تشکر میگم از همه کسانی که برای آرام شدن این بحث ها و پایین رفتن شدت زحمت کشیدند، چه از خود همون طرف های بحث که بلاگرها یا کسانی که در این موضوع خیلی فعالانه وارد بحث شده بودند و چه از کسانی که میانه ردی کردند یا در پس پرده تلاش کردند که موضوع رو شرح بدهند، بفهمانند تا اینکه این روند از کنترل منطقی بیرون نرود و به دست دیگران، به دست کسانی که این طرحی‌ها را کردند نافتد. و چرا من این مسئله رو با قاطعیت میگویم که در اینجا دست دیگران هست، یعنی فکر نکنم که این جوانان پرشور با حماسه و با ننگ و ناموس تاجیک که هم برخی از آنها پیروی از مذهب حنفی میکنن، از عقیده اهل سنت و جماعت هستند و برخی دیگر از پیروان مذهب اسماعیلیه که برادران ما هستند و هموطنان ما هستند، اینا با اون حماسه و با اون گرمی و با اون شدتی که شروع کردن به بحث، هر کدام در موقع خود، هر کدام دلیل دارد برای خود و هر کدام اجازت نمیدهد که یک نفر دیگر به اعتقادات و ارزش‌های او توهین کند. و اما اون کسانی که در پس پرده این صحبت‌ها را اولا که یا که خودشون تشکیل میکنن یا اینکه ثبت میکنن، با مسئله گذاری احساسات جوانان را برمیانگیزند و بعد ثبت میکنن، اینها رو منتج میکنن یا در شبکه ها میگذارن با نام های فیکی در کانال ها، در شبکه های گوناگون، تا اینکه احساسات مردم را با وجود بیارن یا اینکه میفرستن به افراد معین تا اینکه این واکنش آنها را با وجود بیارن. و اینجا من با قاطعیت میگم، با دلیل میگم برادران عزیز، اگر کسی فکر کند که نه در اینجا دستی طرفی سیوم نیست، در اینجا مقامات دخالت ندارند، در اینجا نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی و نهادهای چه در تاجیکستانی و چه غیر تاجیکستانی دخالت ندارند، اصلا به این حرف تنها یک آدم ساده باور میکند. امکان ندارد که یک گروه خودشون بشینند ثبت کنند، منتج کنند و گویا که با چه مقصد کرده می شود این؟
اگر این کار خودی همین بلاگرها هست، پس اینها سببگار این فتنه هستند که میخواهد با نشر کردن این گونه حقارت‌ها، تهدیدها و توهین‌ها نسبت مذهب یا اعتقاد بخشی از مردم تاجیکستان، چه سنی باشد چه شیعه، هدف اون برانگیختن کینه و عداوت و این فتنه است. من باور ندارم که خود بلاگرها، خود شهروندان عادی این کارا کرده باشند. حتما در پس این دایره‌های هست، خدماتی هست و مقاماتی هست که میخواهند با پررنگ کردن این موضوع و با وجود آوردن یک فتنه، حداقل یک بحث مطبوعاتی در شبکه‌ها، دقت مردم را، دقت جامعه را از مسائل اساسی کشور و ملت به سمت مسائل دوم درجه و سوم درجه بکشونند. من خواهش میکنم از هموطنان گرامی به این نکته خیلی دقت کنید. چرا این گونه بحث‌ها، مناقشه‌ها، حتی بحث‌ها در مرز بین مردم، بین ملت‌ها، بین کشورها، یا این بحث‌های مذهبی یکی به اعتقادات و ارزش‌های دیگری تهدید میکند، توهین میکند، تحقیر میکند، دیگری جواب میدهد، چرا در این زمان با وجود میآیند؟ چرا 5 سال پیش نبود؟ چرا 10 سال پیش نبود؟ این سبب دارد برای آنکه وضعیت داخلی تاجیکستان، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، وضعیت اجتماعی به شکلی هست که رو به تنزل آورده است. حکومت جمهوری تاجیکستان نمیتواند این روندها را خوب مدیریت کند. از یک طرف کرونا ویروس باز از نو در کشور خروج کرد. مردم باز تلفات داده ایستادند، در صورتی که حکومت آمد با دهان پر اعلان کرد که در تاجیکستان دیگر کرونا ویروس نیست. تصور کنید تاجیکستانی که طبابتی درست ندارد، مدیسین یا ساحه تندرستی به یک حالت فلج رسیده است، داروری نیست، مردم را واکسینه نکردند. و در اروپا، در آلمان که تمام این امکانیت ها هست، ولی حکومت آلمان اعلان نمیکند که در آلمان کرونا ویروس نیست. در لهستان که امروز من قرار دارم در اینجا نگفتن که کرونا ویروس نیست، بلکه کرانتین و این معیارهای پیشگیری کننده را خوب رعایت کرده ایستادند. اما تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان آمدند اعلان کردند که در تاجیکستان دیگر کرونا ویروس نیست. اگرچه هیچ کس باور نکرد و حکومت روسیه هم باور نکرد و پروازها را اجازه ندادند، اما آنها اعلان کردند. و البته جای تعجبش این است که هم میآیند میگویند که در تاجیکستان دیگر کرونا ویروس نیست، اما میبینید که در جلسه ها خودشون باز با ماسک و با نقاب ها نشستند. و اگر نیست پس از چی خطر دارید؟ مثلا در اروپا میگن که کرونا ویروس هست اما پایین رفت، عدد پایین رفت، دیگر در جاهای رسمی، در جاهای معمولی دیگر مثل پیشینه، پوشیدن نقاب یا ماسک در همه جا حتمی نیست، چون شماره کم شد. اما از یک طرف کرونا ویروس، از طرف دیگر مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی و حکومت وقتی که احساس ناتوانی میکند، دیگر اون پلیتکنولوژ ها، ایدئولوژ ها در فکر آن میافتند که دقت مردم رو به چی جلب کنیم که مردم فراموش کنند مشکلات اقتصادی را. اینها میروند این مسئله های مناقشه یا فتنه برانگیز را پیدا میکنند و در جامعه مطرح میکنند. و اونا ببینید دوستانی عزیز، مرکزهای تحلیلی و بخصوص مرکزهای تحلیلی که در خدمت مقامات قدرتی هستند در همه کشورها، اینا وقتی که تحلیل میکنن پیش از همه میگن کدام موضوع برای جامعه حساس است، ننگ و ناموس و احساسات جامعه را با وجود میارد. یکی مسئله ملی، یکی مسئله مذهبی یا دینی، یکی دیگر مسئله های دولتی مثل مرز، مثل مقدسات دولت و هیچ کس نمیتونه در برابر این مقدسات دولتی، مقدسات ملی، مقدسات محلی یا قومی یا مقدسات مذهبی ساکت باشد. اینا را تحلیلگران خوب بدونن و این را همچون وسیله نگه میدارند برای روزی مبادا. من در صحبت قبلیم در مسئله بحث مرزی با قرقیزستان گفتم که ملت تاجیک و ملت قرقیز در آغاز این بحث، در این کشتارها کمترین گناه را ندارند.
و امروز هم به این نظر خودم ایستادم و به این اعتقاد دارم که نه ملت تاجیک نه ملت قرقیز در اینجا گناهکار نیستند. گناهکار دو حکومت است، گناهکار سیاستمداران هستند. هر دو حکومت منفیت دار بودند که این مناقشه در مرز آغاز شود، یک مناقشه کوتاه مدت، محدود، تا اینکه هر دو حکومت که نیاز دارند به این وضعیت از این فرصت استفاده کنند برای آرام کردن وضعیت داخلی خودشان و کشاندن دقت مردم از مشکلات اقتصادی به یک مشکلی مرزی، امنیتی، نظامی. دیگر ملت وقتی که تصور کنید ملت تاجیک وقتی که قرقیز هجوم کرده ایستاده است میخواهد مرز او را، زمین او را بگیرد، آیا دیگر ملت تاجیک خاموش میشیند و مثلا با رحمان درباره اقتصادیات و درباره کرونا ویروس و درباره بلیط اینا صحبت میکنند؟ نه. اگر هر کسی هم که صحبت کند رحمان میگه که شما مگر وطن خود را دوست نمیدارید، مگر دیوانه هستید که در اینجا قرقیز هجوم کرده ایستاده است، زمین ما را میگیرد، شما از من درباره معاش و نفقه و راه و درباره کرونا ویروس طلب کرده ایستادید. و باید که اگر شما وطن دوست هستید باید که از وطن دفاع کنید، از ملت و از سرزمین دفاع کنید. دقیقا همین منطق را حکومت قرقیزستان استفاده میکند برای ملت قرقیز. جاپاروف که تازه نو پرزیدنت انتخاب شد و باز رفراندوم برگزار شد و طبق اصلاحات کنستیتوشنی باز صلاحیت‌های بیشتری قانونی گرفت، میخواد این قدرت و توانمندی خود را در میدان نشان بدهد و خود را در چشم ملت قرقیز در مقایسه با اتنبایف و جینبک و دیگران همچنین یک پرزیدنت بسیار هم با قدرت، با صلاحیت و دوستداری وطن و ملت خودش نشان بدهد. و رحمانوف هم از طرف دیگر در شرایطی که ریتینگش رو به پایان افتاده است و از اجرای حل مشکلات اقتصادی اجتماعی نبرآمده ایستاده است، این هم نیاز به آن دارد که در بین ملت تاجیک باز از نو خود را همچون حامی منفعت‌های ملت و دولت و سرزمین نشان بدهد. و دو رئیس جمهور، دو حکومت منفعت‌دار بودند که این مناقشه سر بزند و این سر زد. متاسفانه از هر دو طرف انسان‌ها فوتیدند، خانه‌ها سوخته شدند و هم ملت قرقیز و هم ملت تاجیک مجبور بودند که از خانه و سرزمین خودشان دفاع کنند. و ببینید دوستان عزیز، در چنین حالت فتنه اگر یک نفر بیاید با عقل سالم، چه قرقیز باشد چه تاجیک، بگوید که در اینجا ملت‌ها گناهکار نیستند، در اینجا سیاستمداران گناهکار هستند و انتقاد کند، تنقید کند از حکومت خودش، او را حتما تمغه خائن میزنند که چگونه در این شرایطی که ملت دچار این مشکلی است خودت از رحمانوف تنقید میکنی. دقیقا همین منطق در طرف قرقیزستان هم هست. وقتی که یک تاجیک وطن دوست، ملت دوست، ولی منطقی میگه که در اینجا ملت قرقیز گناهکار نیست، ملتی که با ما 1000 سال، بیشتر از 1000 سال یا 600 سال 500 سال در طول تاریخ با ما همسایگی دارد، چرا امروز یک باره مجبور شد که دست به سلاح بزند؟ یا چرا ملت تاجیک مجبور شد که دست به سلاح بزند و از خانه و در خودش دفاع کنند؟ برای آنکه سیاستمدارها نتوانستند مشکلات را حل کنند، برای آنکه سیاستمدارها در طول این 50-60 سال گذشته، بخصوص در طول این 30 سال دوران حاکمیت بعد از شوروی، اینها این مشکلات را حل نکردند. قرقیزها آمدن در داخل منطقه تاجیکا منزل ساختن، تاجیکان حکومت ها اجازه نمیداد که از خود دفاع کنند و این را با خاموشی قبول کردند. امروز مجبور شدند که از خانه و در خودشان دفاع کنند. اگر حکومت ها میخواستند که این حالت رخ ندهد، این مشکلات را 30 سال پیش، 50 سال پیش یا حداقل 10 سال پیش، 5 سال پیش حل میکردند، ولی نکردند و این را همچون مین زمید نادیستی و برای یک روز ماندند که باید بترکد و اینها در پرتو این فاجعه دو ملت خود را قهرمان، خود را وطن دوست نشان بدهند و بردی سیاسی کنند. اما کسانی که میآیند در پشتیبانی از ملت ها، از مردم و در تنقید این حکومت های کارناشایان صحبت میکنند، اینها را باز خائن، اینها را اگر تاجیک باشد میگن تو طرف قرقیزستان رو گرفتی، اگر اون طرف قرقیز باشد میگن که تو طرف تاجیکستان رو گرفتی. این یک نمود فتنه‌ای است که یا از طرف مقامات دولتی در این کشور یا اون کشور راه اندازی می شود، یا اینکه اگر که سر زد مقامات کوشش میکنند که از اون استفاده برند و به فایده خودشان.
و من بنابر همین میگم که مشکلاتی در مرز قرقیزستان و تاجیکستان با وجود آمد سرچشمش این نه ملت قرقیز و تاجیک بلکه حکومت است. اما این بحثایی که در اخیراً در شبکه‌های اجتماعی، در مسائل مذهبی، در داخل تاجیکستان بین بدخشانی‌ها و بین دیگر مردم دیگر قسمت‌های تاجیکستان صورت گرفت، سوال با وجود میاد که چرا امروز کی منفعت‌دار بود که این نوارها را، این ثبت‌ها را منتج کند و جابجا کند و در شبکه‌های اجتماعی بگذارد یا اینکه بفرستد به بلاگرها به این طرف و اون طرف؟ و چرا در همین شب و روز، چرا در همین مرحله تاریخی؟ اگر هموطنان عزیز اهمیت داده باشند، وقت‌های اخیر در این صحبت‌ها، در این موضوعی که ما صحبت میکنیم، چند از هموطنان بدخشانی ما چه در خارج کشور چه در داخل کشور شروع کردن با تماس گرفتن با بلاگرهای تاجیک، با اپوزیسیا، با مخالفین، از اون جمله با خود من هم و دیگر دوستان هم سوال و جواب میدادن، شک و شبهه‌های خود را مطرح میکردن، با سوال‌های خود جواب میگرفتن و اون فاصله که طولی 10 ساله ها و شاید 100 ساله ها با وجود آمده بود، یک جداگی بین مردم تاجیکستان وابسته به محل و منطقه، اینها آهسته آهسته از بین می رفتند و بدخشانی ها، زرفشانی ها، خوجندی ها، کلابی ها، وحدتی ها، دوشنبگی ها، حصاری ها همه با هم خود را تاجیکستانی، اکثریت همه تاجیکستانی و اکثریت تاجیک معرفی میکردند، تاجیک میدونستند. اگرچه در بین برخی از مردم تاجیکستان هستن کسانی که میگن نه ما تاجیکستانی هستیم ولی ما تاجیک نیستیم. حالا این مسئله شخصی هر کس است، نباید ما در این مسئله بیایم این مسئله را داغ کنیم. اگر یک نفر میگه که من تاجیک نیستم و ما مجبورش کنیم که نه تو باید حتما خودت رو تاجیک بگی، نه، این مسئله شخصی است. یک نفر دیگه شاید ملتش، پدر و مادرش تاجیک نیست، از یک خانواده تاجیک به معنای ملی قومی تولد نشده است، اما میگه که من با وجودم، با اعتقادم، با پوست و استخوانم خودم را تاجیک حس میکنم، من تاجیکم. اگرچه پدر و مادرش ازبک باشد، روس باشد یا یگان ملت دیگر باشد، من شخصا او را تاجیک میدونم. تاجیک بودن، تاجیکیت به خون نیست، به رنگ پوست و به رنگ چشم و به دین و مذهب نیست. تاجیک بودن به معنی آن است که تو خودت را حامی منفعت‌های ملت تاجیک و تاجیکستان بدانی، خودت را این شهروند این کشور بدانی، خودت را جز این جامعه، جز این وطن بدانی. حالا پدر و مادرت بگذار ازبک باشد، روس باشد، بگذار هر قوم دیگر باشد، پس تو تاجیکی. اگر تاجیکستان رو دوست میدونی، خودت رو تاجیک حس میکنی، تصور میکنی، پس تو تاجیکی. اما اگر پدر و مادرت تمام 7 پشتت تاجیک باشن، با زبان تاجیکی صحبت کنن، خودت دزد هستی، فسادکار هستی، کروپسیونر هستی، دیکتاتور هستی، منفعت‌های ملت را میفروشی، زمین ملت را میفروشی، یک قسم ملت را زندانی میکنی، یک قسم دیگر را مهاجر میکنی، قدرت و وطن را در دست خودت و خانواده‌ات جمع میکنی، یا کسی هستی که از این گروه حمایت میکنی، دفاع میکنی، منفعت‌های ملت برایت اهمیت ندارد، باز تکرار میکنم، بگذار 7 پشت تاجیک باشد، اما بدون که تو تاجیک نیستی. از لحاظ ماهیت و سیاسی میگم، شاید از لحاظ خونی و قومی تاجیک باشه، اما از لحاظ سیاسی تاجیک نیستی. معذرت میخوام. از لحاظ منفعت‌های ملت و دولت دیگر تو تاجیک نیستی. مشکل ما برادران، خواهران عزیز، هموطنان گرامی در این است که امروز شعار ملت دوستی، وطن دوستی، دولت مداری در دست کسانی افتیده است که با تمام وجودشان، کارشان برخلاف منفعت‌های این ملت کار کرده ایستادند و اتهام خیانت به ملت، خیانت به دولت به سمت کسانی روانه شده است که باز هم یا مهاجرن، یا زندانیان، یا در یک حالت دشوارن و برای منفعت‌های این ملت و دولت هم زندانی شدن، هم وطن را ترک کردن و باز هم از داخل زندان یا از هجرت دارن از این وطن و ملت حمایت میکنن. این یکی از مشکلات
خودشناسی ملی ما تاجیکان است. و وقتی که دیدن که نه مردم تاجیک دارد، یا اگر درست‌ترش بگم تاجیکستان ها دارن متحد میشوند، با هم نزدیک شده ایستادن و بخصوص توجه به اپوزیسیا از طرف منطقه‌های گوناگون، از زرافشان، از بدخشان، از اصفهان، از کولاب، از تمام منطقه شروع شده است زنگ زدن، تماس گرفتن و همه خود را تاجیک و تاجیکستانی معرفی کرده ایستادن، حس کرده ایستادن. مقامات به این خلاصه آمدند که الان حاضر وقتی آن رسیده است که باز یک فتنه قومی مذهبی را باید در بین مردم راه انداخت و بخصوص با شرکت کسانی که خود را اپوزیسیا میدانند یا جز از مخالفین میدانند و این را توانستند راه اندازی کنند و در جامعه مطرح کنند، اما موفق نشدند و خدا را شکر میگم که موفق نشدند، برای آنکه باز هم عقلهای سالم بالاخره درک میکنن که در اینجا پرووکاسیون است، فتنه هست و نباید به آسیاب این پرووکاتورها آب ریخت. و من تشکر میگم بار دیگر به همه برادران فعال، بلاگرها، به همه کسانی که درک کردن خیلی زود و شروع کردن به آرام کردن وضعیت و بخصوص به برادران عزیز و گرامی هم از مردم شریف بدخشان، چی در خارج چی در داخل، که درک کردن که اون تحقیر و اون توهینایی که از طرف بعضی افراد نسبت مردم تاجیک، نسبت مردم سنی صدا داد، شاید که اون طرف خودش نمیدونست که او را به یک فتنه گرفتار کردن، احساساتی کردن و ثبت میکنن. زود این مسئله را آرام کردن و تلاش‌های زیاد کردن. بخصوص من به برادر عزیزم که رفیقم، دوستم، هم پیمانم، معاون اول رئیس پیمان ملی تاجیکستان علیم شیرزمانوف تشکر میگم که در این چند روز واقعا خودم چون الان که در ورشو هستم احساس میکنم که چقدر برای آرام کردن وضعیت و شرح دادن این خطرهای این وضعیت زحمت کشید، تلاش کرد و دیگر یار و دوستانی که از همه گوشه و کنار زحمت کشیدن. اینها وطن دوست واقعی تاجیکستان هستند، اینها واقعا تاجیک واقعی هستند. حالا فرق ندارد بدخشانی باشد غیر بدخشانی، حتی اگر خودش را بگوید که من خودم را تاجیک احساس نمی کنم، اما چون شهروندی تاجیکستان هست دلش به این وطن و ملت می سوزد، شروع کردن به آرام کردن وضعیت و من با یک این برادران و دوستان از نام خود و از نام همه کسانی که این افکار ما را طرفداری میکنن تشکر میگم و امیدوارم که در آینده برادران و خواهران و هموطنان عزیز ما تا حدی که امکان دارد از این گونه فتنه ها دوری بجویند، گرفتار نشوند و اگر پیامی با آنها رسید یا نواری را فرستادن یا حتی تحقیر و توهینی را هم که اگر که یک بی‌عقل، یک بی‌تربیت از کدام طرفی که نباشد، اگر چه در حالت احساساتی یا چه آگاهانه این کارا کرد، باید اول فکر کنن، باید اول تحلیل کنن، مشورت کنن که خب چی باید کرد، به این بی‌ادب، به این جنایتکار چی گونه باید جواب داد. نه اینکه ما بیایم خودمون را هر کدام خود را قهرمان نشان بدهد و به ننگ و ناموس نشان بدهد و هر کسی که در این مسئله دیگر خیر رفتار میکند آرامتر با راه آرام کردن اینها را ترسو بی ناموس معرفی کنن. نه برادران عزیز، این راه حل نیست. ما در طول تاریخ دیدیم که چگونه فتنه ها رخ زدن فقط به خاطر آنکه برخی از انسان ها که با اون احساس ننگ و ناموسشان شاید که قوی تر است یا خود را کنترل کردن نمیتوانند یا میخواهند بلافاصله وظیفه خود میدانند، واجب میدانند که بلافاصله باید که جواب بدهند و این خودش هم باعث فتنه میشود و هم اون طرفی که این فتنه را راه اندازی کرده است این منتظر همین ساعت است، چون اونها وقتی که تحلیل میکنن 100% تحلیل میکنن. اینها میدونن که از بلاگرها کیها آرام هستند، کیها یک کمی احساساتی هستند، کیها یک کمی اگر ما این مسئله رو پرتافتیم اون آتش ننگ و ناموس و احساساتش میجوشد و دیگر صبر رو از دست میدهد و وارد میدان میشد. هر کدام شما را برادران عزیز و هر کدام ما را تحلیل میکنند، نقطه های قوت، نقطه های ضعف
و وابسته به همین نقطه‌های ضعف و قوت این متریال ها را میفرستند، نوارها را میفرستند تا اینکه بتوانند در این آب لایآلود ماهی خودشان را بدارند. ولی من خدا را شکر میگم که روز به روز تجربه زیاد شده ایستاده است و برادران و خواهران درک کرده ایستادند و این از صحبت‌ها معلوم است. اگر مقایسه کنیم فعالیت بلاگرها و صحبت‌های مردم را با 2 سال قبل 3 سال قبل از زمین تا آسمان فرق است و خیلی هم باادبانه، خیلی هم آرامتر و خیلی هم موضوعی صحبت میکنم. خب یک موضوع دیگری که میخواستم در اینجا باز هم دوستان خواهش کردن که نظر خودم را بگم، این یک مراجعه کوتاه در ادامه صحبت به شخصیت ها و به علما و روحانیت کشور داشتن، بخصوص در پرتو این حبس هایی که از علمای کشور کرده ایستادن. من پیشترم وقتی که ایشون سراج الدین را حبس کردن یک صحبت کردم و پیام برادرانه خود را به اهل علم رسانده بودم که برادران عزیز، علمای محترم، به هیچ وجه فکر نکنید شما را به خاطر نهضت حبس میکنن. شما فکر نکنید که به خاطر آن که شما از ما پشتیبانی کرده باشید گویا یا لایک مونده باشید یا در باطنتان طرفداری ما باشید، طرفداری نهضت اسلامی تاجیکستان یا مخالفین در مجموع. نه، فقط کافی است که شما عالم واقعی و عالم ربانی باشید، شما دلتان برای اسلام بسوزد، برای اسلام و ملت بتپد و به خاطر کدام منفیت شخصی، مقام و منصب، منفیت های ملت و دین و سخن حق را در زمین نگذارید. اگر همین گونه انسان هستید، پس بدانید که شما مورد هدف قرار گرفتید. دیر یا زود به سراغ شما هم خواهند آمد. حتی بعضی از علمای محترم که من احترام دارم، همه پیروان پیمان ملی تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان احترامشون دارن، اما در موقع سیاسیشون یا در موقع حالا فکریشون جانبدار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیستن، حتی تنقید میکنن و تنقید هم کردن. از آن جمله خود همین ایشون سراج الدین، از آن جمله همین مولوی عبدالله بیکی دیروز حبس شده است. خیلی معلوماتی داشتیم درباره این شخصیت و باز که بعد حبس کردن من از دوستان سوال کردم، پرسیدم درباره شخصیتش که چگونه انسان بود، چه موقع داشت و این معلوماتی که به دست اومد نه اینکه طرفدار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، بلکه در بعضی حالات از منتقدان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم بوده است و در این باره نواره ها است، صحبت ها است. اما چرا هم حبس کردن، هم باز با تهمت آن که یا با اتهام آن که جانبدار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گویا بوده است. خب چگونه مشخص کردن که او جانبدار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بوده است؟ اعضای حزب که نبود، در یگان سخنرانیش از حزب پشتیبانی نکرده است و حتی وقتی که برادران مسلمانش را، یعنی منظور ما را، اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را، کسانی را که با نام اخوان المسلمین زندانی کردند، با نام سلفی زندانی کردند، با نام تحریری و تبلیغی زندانی کردند، حتی وقتی که اینها را زندانی کردند من هیچ جای نشنیدم که اینها پشتیبانی از این برادران ایمانی خود کرده باشند. حالا نگویم برادران حزبی و تشکیلاتی، بالاخره ما همه مسلمان هستیم و انما المؤمنون اخوه، همه مؤمنین برادر یکدیگر هستند. من نشنیدم که این ایشان سراج الدین و مولوی عبدالله بیک و دیگرانی که امروز این مصیبت بالاشان آمد و دعا میکنیم که پروردگار هر چه زودتر این مصیبت را از بالای این بزرگواران بردارد، اینها دفاع از برادران خود کرده باشند، بلکه در بعضی جاها میگفتند که اینا خودشان گناهکارند که دچار چنین مصیبت ها شدند، باید این اشتباه ها را نمیکردند و خیلی پشتیبانی از حکومت میکردند. پس با کدام رو، با کدام دلیل میشود اینها را طرفدار نهضت اسلامی تاجیکستان نامید و زندانی کرد؟ من خیلی شاد میشدم، خیلی دعا میکنم که اینها طرفدار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میبودند و باشند، اما متاسفانه چنین نیستند. مصیبت این برادران، این علما در این است که هم بر ضد برادران خودشان گپ میزنند و گاه جای تهمت میکنند، هم به این حکومت خوش آمد میزنند. این حکومتی که اینها را میبرد، حالا نه همه حکومت، این اعضای حکومت که بازم برادران ما هستند، هموطنان ما هستند، اما چند فردی که در سر قدرت هستند و این مصیبت ها را بالای ملت آوردن،
از اینا تعریف میکنن، خوش آمد میگن، تملق میکنن به اینها، مردم رو دعوت میکنن که از اینا به حیث اولی الامر و رهبر و امیرالمؤمنین اینها طرفداری کنن. اما بعد میبینن که همین اولی الامرشون وقتی که اینها رو زندانی میکنند شروع میکنن به شکایت کردن. خب وقتی که اولی الامر باشد، اطاعت از این واجب باشد، دیگر خاموش باش، شکایت نکن، صبر کن دیگر، چون دستور اولی الامرت هست. من شکایت میکنم، من داد میزنم، من به سازمان ملل مراجعت میکنم، به ملت مراجعت میکنم، اگر بتوانم از طریق قدرت دورش میکنم. برای این تلاش کرده ایستادم. برای چی؟ برای اینکه را اولی الامر نمیدونم مثل شما. من این را یک حاکم ظالم، یک دیکتاتور میدونم که هم حاکمیت را غصب کرده است، پول مردم، ثروت مردم را غصب کرده است، برادران ما و شما را زندانی کرده است و یک مقدار را کشته است، یک مقدار دیگر را مهاجر کرده است. و من این را جنایتکار میدانم و باید برای از قدرت دور کردن این جنایتکاران مبارزه برم و مبارزه را برده ایستادم قدر توان با برادران و خواهرانم. اما شما که خب این رو اولی الامر میدانستید، اطاعت از اینها را واجب میدانستید و مبارزه بر ضد ما و دیگر مبارزان را برای خود واجب و رسالت میدانید، اکنون چیکار؟ باید که دیگر خاموش بیستید و صبر کنید، تحمل کنید، بازم بروید تعریف و تمجید کنید و این مصیبت را برای خودتان نعمت بدونید. نه، من این را نه تنها برای شما نمیخواهم، قبول ندارم، فقط امید دارم که بالاخره درک کرده باشید، شاید بالاخره بفهمید که شما هم مثل دیگران، مثل ما قربانی همین سیاست ها هستید، سیاست های غلط، سیاست های اشتباهی و جنایتکارانه. و خیلی جای تأسف است و وقتی که هر میبینیم وقتی که یک عالم را حبس میکنن با تهمت های گوناگون و میبینی که یک انسانی که هم از سیاست دور بود، هم به سیاست کاری نداشت، اما بردن حبس کردن و اکنون علمای ما شاید درک کرده باشند، روحانیت ما، امام خطیبان ما، کسانی میگن که ما به سیاست کار نداریم، ما سیاسی نیستیم، باید که دین از سیاست جدا باشد، باید که حالا حزب سیاسی نباشد. اکنون درک کردید که نمیتوانید از سیاست جدا باشید، امکان ندارد. شما هر چقدر که از سیاست میگریزید، سیاست شما را از گریبانتان میگیرد. حبس کردن شما این سیاست است. تو از سیاست میگریختی، اما سیاست از خودت نمیگریزد. تعریف و تمجیدی که از رحمانوف میکردید، این خودش سیاست است. میگفتید که اعضای حزب سیاسی نشوید، این خودش سیاست است. میگید که با اون حزب رأی بدید و با این حزب رأی ندید، این خودش سیاست است. با کدام رو با کدام دلیل میگید که ما سیاسی نیستیم؟ بله، شما عضو حزب سیاسی نیستید، اما همچون شهروند، همچون انسان در یک دولت که تشکیلات سیاسی از زندگی میکنید، نمیتوانید شما سیاسی نباشید، با سیاست سر و کار نداشته باشید. و اینک سیاست اومد سراغ شما خودت رو از سیاست دور میگرفتید. پس بیاید اکنون چشمه ها رو باز کنیم، بگیم که نه، هیچ کدامی ما، نه ملا، نه معلم، نه دهقان، نه راننده، نه مهاجر، نه زندانی، نمیتوانیم از سیاست جدا باشیم. چون ما در یک تشکیلات سیاسی با نام دولت زندگی داریم، در یک مرز سیاسی زندگی داریم، شب و روزمون با نهادهای سیاسی میگذرد، انداز میسپاریم این عمل سیاسی است، مکتب میرویم کاری سیاسی است، تشکیلات اون در اساس سیاست فرهنگی یا سیاست معارف حکومت اون راه اندازی شده است. همه کاری ما سیاست است. بنابراین همین گاه میگن که یک مصیبت باز خیرهای هم دارد. البته یک مصیبتی بزرگ است. شاید که همین مصیبت ها آیسته آیسته به یک نتیجه ملت ما رو میرساند، به یک کار خیر که چشمشون باز شوند، بدانند که دیگر نهضت دشمن علما نیست، علما دشمن نهضت نیستند، سلفی دشمن حنفی نیست، حنفی دشمن سلفی نیست، اخوانی دشمن هیچ کدام از اینا نیست و هیچ کدام هم دشمن اخوانی و دشمن تبلیغی و تحریری نیست. اگر تا روزی که اینها در چارچوب منفعت‌های ملت و دولت و دین کار میکنن، اما اگر فرق نداره تو حالا نهضتی هم باشی، اعضای حزب من هم باشی، اگر رفتار از سیاستت برخلاف منفعت‌های مردم من، ملت من،
دولت من دین من باشد، حالا برای من چی فرق دارد که تو عضو نهضت 10 برابر عضو نهضت هم باشی، من خودم رو در مقابلت میگذارم. حالا چی رسد به آن که باز یک اعضای تشکیلات دیگر باشد. ما همه برادری همیم، ما همه هموطن هستیم. بله دیدگاه های مختلف داریم و اعتقادات مختلف داریم، اما ما دشمن یکدیگر نیستیم و از مصیبت یکدیگر خرسند نشویم و نگوییم که فلانی را حزب نهضت را بستن، بردن زندانی کردن، خرسند شدند که خب دیگر بعضی حتی علما خیلی هم خرسندی کردن که و حکومت هم آنها را متاسفانه فریب کرد که گفت همه مشکلات دین و اسلام در سر همین نهضت اسلامی تاجیکستان است. اگر نهضت نباشد، فعالیت نکند، بعد میبینید که چقدر وضع شما بهتر میشود، خوبتر میشود. خب 6 سال میشود که دیگر نهضت نیست. ممنوع شد. ما در کشور نیستیم. یا در زندانیم یا در خارج کشور. خب وضع شما چی شد؟ حالا من فقط وضع دینی را میگم. علما باز بیشتر زندانی شدن. پشتیبان اساسیتان نهضت اسلامی تاجیکستان بود. مگر مدرسه ها باز شد، مگر مسجد ها باز شد، مگر امام خطیب ها دیگر مثل قبل آزادانه حرف خدا و رسول را میگن یا همون ورقای آماده کرده را میخونید. من حالا درباره دیگر مسائل گپ نمیزنم که بعد بستن نهضت اسلامی تاجیکستان آیا وضعیت مردم بهتر شد، آیا برقی زیاد شد، معاش زیاد شد، نفقه زیاد شد، آیا مهاجرین ما کم شد. چون حکومت همین رو میگفت مشکل اساسی جامعه ما نهضت اسلامی تاجیکستان است. اگر نهضت از بین رفت، نهضت رو منع کردن، تمام دیگر تاجیکستان همه مشکلاتش حل میشود. خب الان دیدیم که نه، برعکس مشکلات بیشتر شد. مشکلات همه بیشتر شد. حتی وقتی که ما رو بستن، بعضیا شادی کردن، امروز احزاب دیگر هم ضعیف شدن، رسانه ها ضعیف شدن، جامعه شهروندی ضعیف شد. وقتی ما میگفتیم که نهضت اسلامی تاجیکستان اگر چه ما رو دوست ندارید هم برای بسیاری ها ما سپر هستیم. هم حمایت میکنیم و هم دقت حکومت به ما جلب میشود. شما کار خود را کرده ایستادید. احزاب، رسانه ها ما را یک تنقید میکردن، همین کافی بود و حکومت هم از اونها خرسند. اما وقتی که ما را بستن چی شد وضعیت آنها؟ چون ما در داخل نیستیم، اون ماشین رپرسیوی حکومت باید کار کند، باید هر ماه یک کس را حبس کند، 10 نفر را برای زندانی کند، اینا باید پول بگیرن، پاره بگیرن، یک رسانه را منع کنند. نهضت که نیست، بعد از نهضت رفتن احزاب دیگر را ضعیف کردن، پراکنده کردن، رهبریتشون را عوض کردن، حتی حزب کمونیست رو هم شبدالف را از قدرت دور کردن، حزب سوسیال دموکراتی رو به چه حال رساندن. رسانه ها بسته شد، جامعه شهروندی تقریبا از بین رفت. علما دیگر گپ نیست، مسجدها دیگر تبدیل شدن به یک میدان تبلیغاتی، دستگاه تبلیغاتی حکومت. خب پس معلوم شود که دیگر مشکلی در نهضت نبوده است و مشکلی در شما هم نیست. مشکلی در این سیاست های غلط ضد ملی و ضد اسلامی هست، ضد بشری هست، ضد انسانی هست، ضد دولتی هست. ما مشکلی رو باید در این ببینیم، نه در اون که ما بیایم شما رو تنقیل کنیم، شما ما رو تنقیل کنیم. و من در آخر این موضوع و در آخر این صحبتم یک پیام به حکومت دارم. شما دارید با این کارهاتون واقعا بر ضرر خود کار میکنید. همین مولوی عبدالله بیگ، همون ایشانی سراج‌الدین، همین علما، اینا رو شما چقدر درست به منفعت خود استفاده بردید، بر ضد ما، به فایده خودتون. معذرت میخوام، چقدر احمقشون کردید. اگر اینا در آزادی باشن، اینا سواد سیاسی ندارن، اینا منبر رو دوست میدارن، میکروفون رو دوست میدارن. آزاد میگذاشتید، همینو باز ما 10 سال دیگر تنقید میکردن. فقط هم کافی است بگید که شما به شما این معرکه ها، درس ها، تشکیلی ها، از شما یک وظیفه، یک خواهش می شود، یک سفارش داریم. نهضت اسلامی تاجیکستان پیمان ملی کبیره رو چقدر می توانید در منبرها، در صحبتاتون تنقید کنید. دیگر هر کاری میکنید کردن بگیرید. این دامله های ما که انسان های خوبن، علم خوب اسلامی هم دارن، اما دانش سیاسی ندارن. بعضیش مقام و منصب و منبر و معرکه رو بسیار دوست می‌دارد. زندگیش از روی همین است. باور کنید به خاطر آن که همین رو از دست ندهند، دیگر پروای نه اعتقاد دارن، نه عدالت دارن، نه انما المؤمنون اخوه دارن.
اینا میرن با شما خدمت میکنن و خدمت هم کردن، اثبات کردن. اصلا من نمیفهمم که در حکومت تاجیکستان با کجایشون فکر میکنن، در اونجا کی نقشه ها رو میکشد. حالا ولی معلومه شد که دیگر اون کینه و قدرتی که نسبت دین، نسبت علما دارن، اون اجازت نمیدهد که حتی از دوستان خودشان، از علمایی که طرفدار خودشان هم هستن درست استفاده کنند و اونها رو هم میبرن زندانی میکنند و اونها رو هم اذیت میکنند و طرفداران آنها، شاگردان آنها رو به مخالفین خود و به طرفداران ما تبدیل میدهند. حالا اگر من یک آدمی فرصت طلب بودم، پیمان ملی تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان فرصت طلب نبود، ما میگفتیم که بله ادامه دادن بگیرید. طرفدار آن میبودیم که این علما را هر چی بیشتر برای زندانی کنید، اینها دیگر چشمشان باز میشود و شاگردان و پیروان آنها طرفدار ما میشن، مخالف شما. اما ما نه، ما میگیم این اشتباه رو نکنید. این بنده های خدا رو که اصلا گناهی ندارن زندانی نکنید. ما زندگی آرام و آسوده خدا شما ببرن، از شما هم تعریف کنن. چون ما نمیخواهیم فایده بگیریم که در نتیجه مصیبت و فلاکت دیگران باشد. ما همون قدر قدرت و توانمندی و آدم گبزن داریم که خودمون بدون اون علمای نیم درباری و حالا نیم حکومت پرست، اینا را میگن علمای سلاطین، به اونها ما فعالیت خود رو بردن میگیریم. فقط نمیخوایم که یک خانواده، یک عائله، باز یک شخصیت دیگر دچار این مصیبت ها شود. خب دیگر من در اینجا صحبت خود را به انجام میرسانم و چند سوال های آمده است اینجا. دوستان با من سوال ها را دادن، تلاش میکنم که خیلی کوتاه جواب بگم. البته شما میدونید که من متاسفانه عادتی کوتاه جواب دادن ندارم، ولی این دفعه انشاءالله تلاش خواهم کرد. خب یکی سوال داده است که فکر شما عاید مناسبت های آخری بین تاجیکستان و ایران چیست؟ من در این باره بارها صحبت کردم، نظر خود را گفتم و نمیخوام دیگه زیاد تکرار کنم. ما طرفدار مناسبت های خوبی دو ملت هستیم، البته با همه کشورها، با همه همسایه‌ها، بخصوص با کشورهای فارس‌زبان مثل ایران و افغانستان، و همیشه میخواهیم و باید این رابطه‌های دو طرفه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی بین دو کشور وجود داشته باشد. اما این مناسبت ها، این رابطه ها نباید بر ضرر ملت ها باشد. نباید فقط رابطه ها بین حکومتداران باشد، ملت ها فراموش شود. و وقتی که دو ملت با هم رابطه دارند، دو کشور با هم رابطه دارند، کشور و ملت ها هم حکومت ها هستند هم مردم. اما وقتی که رابطه ها بین دو حکومت می شود، ملت ها در کنار میمونند و این رابطه ها رو بر ضد ملت ها استفاده میبرند، طبیعی است که ما با آن راضی نخواهیم بود. امیدواریم که این رابطه های خوبی که بین تاجیکستان و ایران الان دارد شکل میگیرد، به نفع ملت ها، به نفع همه گروه ها در این کشورها باشند، در هر دو کشور. اما اگر نه، ببینیم که بعضی دایره ها دارن از این رابطه های خوب سوء استفاده میکنند و این رابطه ها را، همکاری ها را بر ضد مردم، بر ضد ملت های خود استفاده میبرند، مطمئن باشند که ما فرق ندارد. یعنی حکومت تاجیکستان است، حکومت ایران است، ما موقع خود را خواهیم گفت و انتقاد خواهیم کرد و بگذار الان ما وقت بدهیم که این رفت آمدها و این سازشنامه ها که امضا شد و چی می انجامد و حکومت ها چگونه از آنها استفاده میبرند. در الان بیاید خوشبین باشیم، اپتیمیست باشیم و نگاه همان نیک باشد و من امیدوارم که همین طور خواهد بود. خب یک از سوال داده است برای چی فقط گپ میزنید وقتی عمل کرد؟ برادر عزیز، الان در این مرحله گپ زدنی ما عملی ما هست. ما دیگر عملی کردن نمیتونیم بغیر از گپ زدن، با مردم صحبت کردن و این رو عمل میدونیم. وقتی به این نتیجه رسیدیم که فرصت عملهای دیگر رسیده است، یعنی از گپ زدن و از صحبت با مردم باید فراتر برویم، انشاءالله شما اون رو خواهید دید. و 3 سال پیش، 2 سال پیش، 3 سال پیش مردم میگفتن که کبیری در کجا هستی گپ نمیزنی. یعنی مردم طلب میکردن که ما بیایم گپ زنیم و این رو عمل میدونستن. امروز که گپ زده ایستادیم، صحبت کرده ایستادیم، طبیعی است که باز مردم میگن که خب کی از گپ به عمل میگذاریم. الان مرحله عمل ما همین مرحله گپ زدن است، صحبت کردن است، مردم رو فهماندن است، با مردم ارتباط برقرار کردن است. انشاءالله که مرحله دیگر عمل ها رسید، حتما اونها رو شاهد هم خواهید شد. خب
یک سوال است آینده رحمانوف چی می شود؟ مردم چی کار کنند؟ آینده رحمانوف رو ملت معین میکند، قانون معین میکند. ما طرفدار آن نیستیم که هر کس یا هر گروه بیاد از پیش خودش یک رفتارهای کند و انتقام خودش رو به حد خودش بگیرد. ولی رحمانوف جنایت‌هایی کرده است که دیگر مردم را عصبانی کرده است و بسیارها میخواهند همون عمل را نسبت رحمان کنند که رحمان نسبت آنها کرد. رحمانوف همچون یک شخص، نه همچون پرزیدنت. اگر همچون پرزیدنت رفتار میکرد باید در اساس قانون‌ها و کنستیتوسیون عمل میکرد، در اساس سازشنامه صلح که امضا کرده بود عمل میکرد. اما رحمانوف همچون یک انسانی که میخواد قدرت را حفظ کند، بایگریش را حفظ کند و باز بایگری بیشتر داشته باشد، همچون یک آدم غاصب عمل کرد و دیگرانی که از رحمانوف ضرر دیدن بعضا میخواهند که انتقامشون رو بگیرند. اما نظر ما این است و دعوت ما هم از مردم این است که اگر ما این کار کنیم از رحمانوف چه فرق داره؟ رحمانوف میاد انتقام میگیرد، هر چیزی که دلش میخواد میکند، کسی را بخواد زندانی، کسی را بخواد یک آدم جنایتکار را عفو و برخی را مهاجر. پس فرق چی است بین ما و اینها؟ فرق در همین است که اینها بیرون از قانون و از معیارهای اخلاقی و دینی و انسانی عمل میکنن، ما بیایم در چارچوب قانون، در چارچوب معیارهای بین المللی عمل کنیم. جنایتکار جزایش رو باید ببینند در اساس قانون و در اساس رأی مردم. این است نظر ما برادران عزیز. با عرض سلام خدمت برادر گرامی، آیا بازداشت مولوی یزدغلامی به خاطر هینیت است یا به خاطر $80,000 پول سه؟ نظر شما همچون یک شخصیت برجسته جهانی اسلام از این اسلام بدبینی و تحقیر ظلم و ستم و فشار و اتهامات رژیم خونخوار دنیوی و سرکرده‌اش رحمانوف خائنی وطن فروش در این موضوع، یعنی بازداشت میرزاقل حاجی معطوف و مولوی یزدغلامی چیست؟ آیا این بازداشت‌ها میتوانند مردم بدخشان و صلح را به پا خیزانند؟ دوستی عزیز، من فکر نمیکنم که گفتم الکی که این بازداشت به خاطر هینیت باشد. شاید اون $80,000 تاثیر دارد، چون بالاخره وقتی کریزیس است پروکرور و ملیسای ما هم کریزیس دارند و اینا هم وقتی دیدن که مولوی آورده سیب رو فروخته است پیگیری کردن و پول نقد در دستش است، دیگر چرا با اتهام اعضای نهضت یا طرفدار نهضت یا حتی ببینید یک هر دلخواه مولوی را، دلخواه انسان را در تاجیکستان برای یک شعر، برای یک آیت، برای یک حدیث میتواند زندانی کنند. من شنیدم اون ادوکات رو هم مثل که بزرگمهر رو برای اقتباس از یا خواندن شعر ابن سینا 3 سال یا 5 سال دیگر اضافه کردن، یک ادوکات رو برای گذاشتن یک شعر که در تلویزیون دولتی هم صدا داده بوده است آوردن در 5.5 سال زندانی کردن. در تاجیکستان برای خواندن یک آیت، یک حدیث یا یک شعر میبرن زندانی میکنن. اگر این شعر، این آیت، این حدیث، این یک حکمت بزرگان بر ضد این ظالمان باشد، مثلا شعر خیلی باشد که ملت بداند که مقایسه میکند، وقتی شعر را میخواند، حدیث را میشنود، آیت را میشنود، گویا که دقیقاً درباره رحمان گفته شده است، چون سخن درباره دزدها میرود، درباره فسادکاران میرود، درباره ظالمان میرود و عیناً رفتارهای رحمانوف را مقایسه میکنند. رحمانوف رو گویا که قهرمان اساسی همون قصه، داستان، آیت، حدیث یا شعر میبینند. این را یک عمل افراطی میدانند. یعنی ابن سینا هم افراطی بوده است، اکستریمیست است. ابو حنیفه هم اکستریمیست است. اگر زنده میبودن اینا ابو حنیفه را هم زندانی میکردند. باور کنید اگر دستشون میرسید محمد صلی الله علیه و سلم رو زندانی میکردند. اکستریمیست میدونستند. میدونید برای چی؟ وقتی که ما یک کتابچه بود 40 حدیث نه شرح دارد نه تفسیر دارد، فقط متن همون 40 حدیث رو چاپ کردن، حدیث‌های صحیح که در طبق مذهب حنفی در همه جا میخوانند. وقتی که وارد تاجیکستان شد، در نزد کمیته دین یک مرکز تشخیص هست به فکرم، اکسپرتیز میکند که آیا این کتاب‌ها مواد اکستریمیستی دارند یا نه. همون 40 حدیث رو وارد کردیم، بعضی برادران وارد کردن، در فرودگاه تماشاگاه اون رو نگه داشت، نسخه‌اش رو فرستادن به اکسپرتیز که گفتن اگر اکسپرتیز مثبت جواب داد که این دیگر محتوای اکستریمیستی ندارد، ما اجازت میدیم که وارد شود. بعد میدونید نتیجه اکسپرتیز چی شد؟ گفتن که این اجازت وارد کردن به تریتوری تاجیکستان داده نشود، چون که در محتوای این کتاب
حرفایی است که خاراکتر اکستریمیستی دارد. برادر عزیز، چه حدیثی است؟ حدیث پیامبر است. این در همه دنیا هست. در تاجیکستان در زمان شوروی هم درس داده میشد این 40 حدیث یا 40 میگفتن. خب کجای این اکستریمیسم است؟ ولی از نگاه کمیته دینی تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان این مواد اکستریمیستی حساب است. پس وقتی که مواد اکستریمیستی هست، گوینده این حدیث هم اکستریمیست حساب می شود. اگر شعر ابن سینا مواد اکستریمیستی هست یا تحقیر است، پس ابن سینا هم اکستریمیست است. یک آدمی حالا خیانتکار و بددهان است، نعوذ بالله، یا وقتی که پیامبر رو اکستریمیست میدانند یا اینکه یک شاعر رو. پس اینا هم همین است برادری عزیز، به خاطر پول، به خاطر هر اتهامی که بخوان میزنن. اما اینکه آیا بعد این میرزاقل حاجی مدفور هم که از حزب رفته بود، طبیب بود، با دعوتی خود یعنی حکومت تاجیکستان آمد، با وعده حکومت، آیا مردم بدخشان و سوخت بیدار میشن؟ من فکر نمیکنم که برای کدام مولوی، برای کدام دکتر، برای کبیری یا برای زید سعید یا عزت امان مردم خیزد. مردمی که خوی غلامی گرفته است، طبیعت غلامی گرفته است، و گفت اقبال این غلام ابن غلام اندیشه حریت یا فکر حریت اندیشه او را حرام. این غلام ابن غلام حریت اندیشه او را حرام. این وقتی که 3 نسل غلام آمد، دیگر آزاد بودن، آزاد زیستن، کرامت، شرافت برای او حرام حساب می شود دیگر. و هر کسی گفت که تو باید آزادانه زندگی کنی، تو انسان هستی، باید بخیزی، باید اعتراض کنی، او رو دیگر براش حرام میگه. این کار حرام رو مرا برای کار حرام دعوت کرده شده است، این خیانت کرده شده است. وظیفه ما و شما برادران عزیز امروز بیدار کردن همین مردم هست که این طبیعت را گرفته است. و گفت اقبال این غلام ابن غلام. در زمان امارت بخارا، در زمان شوروی 3 نسل، 2 نسل، زمان جناب رحمانوف دیگر شد این غلام ابن غلام. خب دیگر وقتی میگه که بخیز از خودت دفاع کن، میگه که حریت اندیشه او را حرام. کبیری خیانت کرده است، کبیری ما رو با یک کار حرام دعوت کرده است. بنابراین برادر عزیز این نمیتواند باعث خیستن قیام مردم شود. باعث خیستن و قیام مردم اون میشود که وقتی این مردم درک کند که حکومت دارد انسانیت او را، شرافت او را، کرامت او را، آزادی او را از دستش بگیرد. اما مردمی که آزادی رو نفهمند، کرامت رو نفهمند، فکرش فقط هم خوردن و بازار و امنیتش باشد، دیگر اون برایش دشوار است قیام کردن. انشاءالله این کارهایی که ما و شما کرده شدیم حتما نتیجه خواهد داد و مردم دارد روز به روز بیدار می شود. خب کبیری می تواند به نام یک برادر رو گرفته است درسی ادب بدهد، یکی از برادران بلاگر رو. برادر عزیز، نه ما نمیتونیم درسی ادب بدیم و اصلا کسی هم نیستیم که این حق را نداریم با کسی درسی ادب بدهیم و چون کسی را هم بی ادب نمیدونیم. در اینجا ما دعوت میکنیم، ما برادروار نظر خود را نصیحت میکنیم، همون طوری که دیگران ما را باید نصیحت کنند و ما هم باید نصیحت را بشنویم. مسئولیت برادری خود را انجام میدیم و با فکرم که برادران خودشون این قدرت و توان را دارند که مسائل خوب و بد را تشخیص بدهند و دیگر نیاز به درسی ادبی کسی هم ندارند. اما مسئولیت ما هست که به همه برادرانی که حالا همه ما اشتباه میکنیم، اگر ببینیم که اشتباهی کردن همون طوری که ما رو اصلاح میکنن، ما هم حتما نظر خود رو خواهیم گفت. برادر کبیری چطور کنیم که ملت تاجیک از ظلم رحمانوف خلاص کنیم؟ باور کنید همه قرض کرده گریخته روسیه رفته ایستادن. از هر خانه 2-3 نفر از بانک ها قرض دارن، چیکار کنیم؟ برادر عزیز، من در صحبت قبلی هم گفتم، حالا هم تکرار میکنم، به روسیه نروید. اگر میخواهید که از ظلم رحمانوف خلاص شوید، در همون تاجیکستان باقی بمانید. در روسیه هم جای کار نیست دیگر. خب میروید کار میکنید، پولی کار کرده تون باز در همون پولی هواپیما و سمالیات میشد یا قرضدار میشوید، چی ضرورت دارید؟ در همون تاجیکستان همون پولی که دارید به جای بلیط خریدن، همون قرضی که میگیرید، قرض گرفتید کار کنید. یک تجارت خود راه اندازی کنید، یک کار دیگه کنید. از رحمانوف طلب کنید که برای شما جای کار آماده کند.
ва шумо дар ватан кор кунед, дар он вақт шумо аз зулми Раҳмонов халос мешавед. Аммо ҳамин ки билет бигиреду қарздор шаведу билет бигиред Россия биред, Раҳмонов ҳаминро мехоҳад. Раҳмонов хостори ҳамон аст ки ҷавонони тоҷик қарздор шаванд, бироянд дар Россия кор кунанд, дар дохили кишвар набошанд. ҳар чӣ қадари дуртар бошед, шумо ба нафи Раҳмон аст, пулам мефиристед аз тариқи банкҳои Раҳмонов, фоизашонро мегиранд, аз шумо дарди сар халос ва шумо дар ҳамин зулм хонаводаи шумо худатон боқӣ хоҳед монд. Бинобар ҳамин бародарони азиз, касоне ки бисёр зарурат надоранд барои табобат, барои таҳсил ё ягон кори доимие ки мушаххас аст надоранд, дигар дар дохили Тоҷикистон боқӣ бимонанд. Тех, кто 2 раза наступает на одни и те же грабли, называют обычно идиотами. В 1992 году подобные вещи привели к массовой резни и национальной трагедии, которую спровоцировали и навязали нам извне, использовали созданный иностранными спецслужбами Народный фронт, чтобы обескровить таджикскую нацию и подорвать ее независимое развитие. Как, по-вашему, в чем причина того, что эта тема вновь стала муссироваться в таджикском обществе? Это от короткой памяти народа, идиотизма, политической и гражданской неграмотности молодежи, свидетельство неопределенной детской болезни на пути становления нации и государства, или это чей-то коварный замысел, чтобы вновь разыграть этот подлый сценарий, чтобы удержаться у власти, поссорить части таджикского общества. В условиях глубочайшего социально-экономического кризиса и территориального давления извне со всех сторон может ли вновь разыграть эту карту ответственная сила, исходящая из национальных государственных интересов? Дӯсти азиз, инҷо ба забони русӣ савол додааст. Ба назарам ин бародар манзураш ҳамин баҳсе ки ман кардам ҳамин аст ки яъне фитнаро дар байни мардуми тоҷик дар асоси мазҳабӣ ё қавмӣ меандозанд ва истифода мебаранд. Я коротко хочу ответить на русском языке. Да, я тоже считаю, что это определенные круги заинтересованы в том, чтобы муссировать этот вопрос, разногласия на почве религии, мазхаба или национальности, чтобы в этой мутной воде ловить свою рыбу. Но я считаю, я убежден, что таджикский народ уже наученный горьким опытом не допустит больше повторения этого сценария. И те, которые стоят за этой провокацией, они могут добиться определенных успехов, нагнетания обстановки, когда народ, внимание народа отходит от главных проблем к второстепенным проблемам, к тем проблемам, которые они создают. Но в целом я убежден, что они не могут добиться успеха. Таджикский народ больше, ни один памирец Бадахшани не поднимет руку против кульябца, против душанбинца или выходца из Рашта или заравшанца. Ни один кулябец, ни один заравшанец, ни один душанбинец не поднимет руку против бадахшанца только из-за того, что он бадахшанец, только из-за того, что он последователь другого мазхаба. Мы уже научены горьким опытом, я очень надеюсь, что очень быстро узнаем, очень быстро раскрываем эти карты, эти лица, эти круги, которые стоят за этими провокациями. Поэтому, дорогой брат, спасибо, что вы тоже болеете за народ, вы тоже обеспокоены, но будьте уверены, что таджикский народ не допустит повторения 1992 года, когда разделили нас на Вовчиков и Юрчиков, на Вахобиву, Кулоби и разыграли эту карту, убили более 200 тысяч таджиков, таджикистанцев, мусульман и других представителей других конфессий. Таджикский народ больше этого не должно допустить. Я очень на это надеюсь. А мы сделаем с нашей стороны все для того, чтобы этого не повторилось. Кстати, это мой сегодняшний разговор как раз результат или, скажем, причина нашего разговора, именно этот вопрос, я в начале моего разговора об этом сказал.
خب یک سوال دیگر است: آیا انتظاری داشتید که بعد بستن هنید و رسانه‌های مستقل و فشار بالای جامعه شهروندی، حزب سوسیال دموکراتی یا احزاب دیگر نزدیک به حکومت تبدیل می‌دهند؟ حزب سوسیال دموکراتی رو تضعیف و به یک حزب نزدیک به حکومت تبدیل می‌دهند. بله، ما انتظاری داشتیم که بعد ضعف نهضت یا بستن شدن نهضت حتما جامعه شهروندی، رسانه‌ها و احزاب دیگر ضرر می‌بینند، اما ما نمی‌توانستیم این رو شرح بدیم، بفهمانیم و دیگران باور نمی‌کردند. حتی بعضی‌ها می‌گفتند که نهضت اسلامی تاجیکستان رقیب اپوزیسیون دنیوی هست، رقیب جامعه شهروندی است. اگر حزب نهضت ضعیف شود یا بسته شود یا از بین برود، ماها قوی میشویم. حتی از خودی من دعوت میکردن، به من میخواستن بفهمانند که اگر ملت دوست هستی و دموکراتی میخواهی و اگر میخواهی که جامعه آزاد و ملی باشد، پس وظیفه شما است که حزب نهضت رو ببندید، محکم کنید و دیگر بخش اپوزیسیون دنیوی، جامعه شهروندی، رسانه‌های مستقل، احزاب دیگر قوی میشوند. من میگفتم نه، ما یکدیگر رو کامل میکنیم، در پهلوی یکدیگر هستیم و نباید بسته شدن یک حزب دیگر از طرف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با خرسندی قبول شود و همچنین عامل رشد ما قبول شود و نباید نهضت اسلامی تاجیکستان هم همین گونه بحث و بررسی شود که اگر ما نباشیم دیگران قوی میشن. بودن ما باعث بودن دیگران است، قوی بودن ما باعث قوی شدن دیگران است و همچنین قوی شدن دیگران باعث قدرت گرفتن ما هم میشود. اما متاسفانه برادران بسیارشون نفهمیدن و الان دیدیم که احزاب یا مجبور شدن حکومتی شوند، با بازیچه تبدیل شوند یا از صحنه رفتن. سیاستمدار هم همین خیال، رسانه هم همین خیال، جامعه شهروندی هم همین خیال. البته به این معنا نیست که نهضت اسلامی تاجیکستان ستون همه چیز بود، نه، ولی ما یکی از ستون‌های قوی بودیم و یکی از پشتیبان‌ها بودیم و همه ما ضرر کردیم. نهضت هم ضرر کرد و دیگران هم. اگر ما این را درک کرده باشیم، همون طوری که من در صحبت با علما گفتم، اگر جامعه شهروندی، احزاب دیگر و حالا بخش دنیوی جامعه ما، اصلا من دوست نمیدارم همین تقسیم کردن جامعه رو به دینی و دنیوی، ولی متاسفانه همین دیگر در زبان‌ها عادت کرده است. اگر دوستان درک کرده باشند حتی بعد این همه مصیبت‌ها، بازم خدا را شکر. ولی اگر درست شده باشد ما صحبتمون رو ادامه بدیم. خب خیلی سوال‌های زیادی آمده است. من اینجا نوشتن سوال‌ها از نفر با نام عمر آمده است. اگر نتوانستم به همه سوال‌ها جواب داده، چون خیلی زیاد است، من معذرت میخوام. حتما وعده می‌دیم که در یک از نشست‌های بعدی این سوال‌ها رو با خانواده جواب خواهیم داد. این برادر سوال داده است که آیا در داخل تاجیکستان هستند نفرانی با نفوذی که برای بهبودی وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور جداً آماده با اپوزیسیون پیوستن باشند؟ معذرت برادر عزیز، من فکر میکنم که در داخل تاجیکستان دیگر نه تنها نفرانی علاهیده، بلکه کل ملت دیگر آماده است که با نه تنها با اپوزیسیون، با هر نیروی دیگر همکاری کند که از این وضعیت، از این بحران بیرون شود. و وقتی آخر خودتون رو مشاهده میکنید از داخل کشور، از کسانی که اصلا ما تصورش رو نداشتیم، انتظارش رو نداشتیم، تماس ها میشود، پیام ها میرسد، سوال ها میرسد، بحث ها میشود. مردم آیسته بیدار شده ایستادند، دیگر فهمیدند که بعضی نفرها، بعضی دایره ها ملت رو به اپوزیسیون و حکومتی، به خودی و بیگانه، به وطن دوست و خائن تقسیم کردند و ملت همون ملت است و همه با هم جمع شده ایستاده است و نه تنها دیگر افرادی با نفوذ، بلکه نیروها و گروه‌های بزرگ علاقه پیام فرستاده ایستادند و من باوری دارم که در آینده نزدیک باز صف این گونه برادران و خواهران هموطنان بیشتر خواهد شد. خب نفر نوشته است برای قیام مردمی تا چه حد خوشبین هستید و این روند کی اتفاق افتادنش امکان هست؟ زیرا شخصا بنده مانده شدم از انتظاری. سال 15 است که برای دیگرگون شدن حاکمیت خانوادگی انتظار یک خواهش، یک خیزش هستم. اگر به نزدیکی شدنی نباشد، گفتی همان مردم قراتگین، ما هم اسرا را به
روشنی زنیم، یعنی به یگان دولتی که انسانیت ارزش عالی دارد هجرت نماییم. برادر عزیز، خداوند میداند که این خیزش مردمی که رخ میدهد، ما تمام تلاش خود را کرده ایستادیم که این فرصت زودتر فرا برسد. اما چرا با یک کشور هجرت باید کنیم که در آنجا انسانیت ارزش عالی دارد؟ باید همین جامعه را در دولت خودمان بسازیم که انسان بودن باعث فخر باشد، تاجیکستانی بودن باعث فخر باشد و کرامت انسان حفظ شود. یعنی ما واقعا الان در اروپا هستیم، احساس میکنیم که یک انسان چقدر ارزش دارد، چقدر کرامت دارد. این را انسان در همه جا حس میکنند، در مکتب، در معارف، در مسجد، در کلیسا، در اداره دولتی، در نمیدانم اداره انداز، در نزد حکومت، در پارلمان، در اتوبوس، در همه جایی که شما میروید احساس میکنید که انسان کرامت دارد. در تاجیکستان این کرامت احساس نمیشه. شما وقتی به اداره جماعت میروید، به مکتب میروید، به نزد یک مقامدار میروید، به حکومت میروید، به اداره رئیس ناحیه میروید، به اداره رئیس، به پلیس میروید، در دست میلیشیا و به امنیت میافتید، پروکرور میافتید، به بالنیسه میافتید، شما احساس احترام نمیکنید که شما را همچون انسان، همچون شهروند احترام کنند. باور کنید در اینجا حتی میلیشیانر وقتی که میآید شما را بازداشت میکند، با شما همچون انسان با احترامانه رفتار میکنند. دیروز دوستان برادران نقل کردن وقتی که با ماشین از آلمان یا از کدام کشور دیگر به ورشاو می آمدند، در راه پلیس اونها رو بازداشت کرده است، برای 1 ساعت کدام سیگنالی بوده است بازداشت کرده است. میگن اونقدر با احترامانه رفتار میکنن، با احتیاط رفتار میکنن، میگن یعنی میسنجن خیلی با احترامانه. باز بخشش میپرسن که شما ناراحت نشید، ما معلومات است و یک سیگنال آمده است و وظیفه دار هستیم، باید سنجش کنیم. اما وقتی که دیدن که چیزی نیست، دروغ بوده است، باز عذرخواهی کردن، جواب دادن و خودشون گسیل کردن. یعنی انسان وقتی که احساس میکند که میلیشیانر چقدر او را احترام میکند، کرامت انسانی هم در همین است. معذرت میخوام. بیاید همین گونه جامعه را در وطن خود بسازیم، از اون ظلم فرار نکنیم، به جایی که انسان ارزش دارد، بلکه تلاش کنیم که ملت تاجیک هم در یک جامعه آزاد و صاحب کرامت زندگی کنند. خب با 2 سوال دیگر یا 3 سوال دیگر به همین صحیفه جواب میگیم، بعد خداحافظی میکنیم انشاءالله. شاید مردم تا 6 ماه دیگر از این صحبت‌ها و دعوت‌ها خسته شوند. آیا برنامه‌های جدی در پیش هست تا مردم یک قدم به پیش و امید پیروزی داشته باشد؟ برادر عزیز، مردم چرا 6 ماه بعد شاید خسته شوند؟ بعضی ممکن 1 ماه بعد خسته شوند، بعضی الکی خسته شدن. اما اونی که مبارز است، اونی که میخواهد در آینده به هدف برسد، در 10 سال هم خسته نمیشود، در 20 سال هم خسته نمیشود، تا آخر حیاتش خسته نمیشود. ما آدمان امروز در پهلویمون داریم که عمرش نزدیک 80 است و از همین 80 سال شاید که 65 سالش رو از 15 سالگیش اگر مبارزه رو شروع کرده باشد یا از 20 سالگی، حداقل 60 سال است که در مبارزه است و خسته نشده است. بازم با همون شور و شوق، با همون امید مبارزه رو دوام داده ایستاده است. در مقابل ما بعضی جوانان رو دیدیم که همگی 3 سال مبارزه بود، 5 سال مبارزه بود، بعد اینکه کارش فکر کرد که به نتیجه نمیرسد، خسته شد، رفت دنبال تجارت و بیزنس و پول و ثروت و چند دلیل و بهانه دیگر رو آورد. ولی این وابسته به طبیعت انسان است، به اون هدف است. ما برنامه‌های جدی هستند و مردم این پیشروی رو احساس کرده است. اما شما خواهش میکنم که دیگر ناامید نباشید و مسئله رو که کوتاه هم نبینید که در 6 ماه در 1 سال میتوان بالای چون یک نظام دیکتاتوری که خب این طول 30 سال است مردم را جفیده، مکیده قدرت گرفته است، میتوان با آسانی کاری را انجام داد. اما انشاءالله که با امید پروردگار، با امید ملت حتما این کار انجام شدنی است. فکر شما در خصوص دولت اسلامی که به طور انقلابی شریعت را تطبیق نماید موافق منهج پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم چیست؟ یعنی سوال داده است. برادر عزیز، فکر من
در خصوص انقلاب و دولت اسلامی و شریعت اینا و یا تطبیق منهج پیامبری اکرم صلی الله علیه و سلم این است که برادر با هر راهی که برای انقلاب است، خیزش مردم است، برای انتخابات است، با هر راهی که یک نیروی مردمی مسلمانی معتقد سر قدرت آمد باید که عدالت را تطبیق کند. عدالت را که در جامعه تطبیق کرد، شریعت در حیات فردی انسان ها تطبیق می شود. من الان در اروپا هستم، در اینجا عدالت تطبیق است. من شریعت رو در حیات شخصی خودم تطبیق کرده ایستادم. من کار ندارم که آیا شریعت در حیات شخصی یک همسایم تطبیق می شود یا نه. او اصلا شاید مسلمان نباشد. چی لازم دارد که شریعت در حیات شخصی او تطبیق شود؟ یا مسلمان است و اصلا اعتقاد به این مسائل ندارد. اما چون عدالت در جامعه تطبیق می شود، در دولت و در حکومت تطبیق می شود، من شخصا همچون یک مسلمان شریعت رو در حیات شخصی خودم تطبیق کرده ایستادم و هیچ مشکلی هم ندارم. کسی هم پایمال نمی کند معیارهای شریعتی را که در حیات شخصی من هست. پس ما و شما باید عدالت رو تطبیق کنیم. مردم، انسان ها شریعت رو در حیات شخصی خودشون، اونهایی که میخواهند باید که حق تطبیق کردن رو داشته باشند. اما اونهایی که نمیخواهند، با اون هنوز نرسیدن، اونها دیگر دعا کنیم در حقشون که خداوند باز اونها را مشرف به این چیز بگرداند. اما شما اگر بگید که من شریعت رو در جامعه توسط قدرت و زور تطبیق کردن میخواهم، عدالت نباشد، در جامعه عدالت نباشد، پس شما دقیقاً همون کار رو تکرار کردید که داعش کرده ایستاده است. داعش گفت در همین تریتوری که من گرفتم و فرق ندارد 1 سال حکومت دارم، 5 روز دارم، من در اینجا شریعت رو همون طوری که میخواهم تطبیق میکنم. عدالت رو بعد همین عدالت هم در داخل شریعت گفتن هست. این ما شریعت رو اون طوری که میفهمیم تطبیق کنه، عدالت هم جزئی همون حتما میشود. اما چی شد؟ همون مردمی که بادش میخواستن شریعت رو با فهم خودشان تطبیق کنن، علیه اونها قیام کرد، هیچ کس از اونها اطاعت نکرد، بلکه آمدن همون مردم پشتیبانی از قدرت ها و کسانی کردن که بر ضد داعش می جنگیدن. همون مردم مسلمانی که داعش میخواست همون شریعت رو با فهمیش خودش بالای آنها تطبیق کنند. بنابر همین نظر شخصی من این است که باید یک نیروی سیاسی، یک حکومت عدالت را تطبیق کند. اون دیگر مسئولیت مردم است که خودش آیا طبق فرموده های دین شریعت را در حیاتش تطبیق میکند یا نه. من میدونم که برخی از برادرها، بعضی از دورها باز هم میان این نظرهای ما را تنقید میکنن. پس شما چگونه حزب اسلامی هستید که شریعت را تطبیق نمیکنید وقتی سر قدرت اومدید؟ پس تطبیق شریعت برای یک مسلمان وقتی قدرت میگیرد واجب است و ده ها دلیل روایت هایی که طبق اون فهمیش و منهج خودشون دارند اینها را مثال میارند، باز وارد بحث میشوند. اما برادران عزیز، خواهران گرامی، ما دیگر بالاخره باید به این حد رسیده باشیم، درک سیاسی امان، درک دینی امان، که بالاخره مفهوم های عدالت و شریعت و تطبیق شریعت در وقت و زمانش و در شرایطش، اینا مسائل خیلی پیچیده است و نمیتونم با چند شعار و با چند خواهش و با چند برنامه بالای کاغذ اونها رو تطبیق کرد. انشاءالله این موضوع خیلی دامنه‌دار و پیچیده است که در جایهای دیگر باز اطرافش صحبت خواهیم کرد. خب سلام برادر عزیز، حدس تخمین پیشبری کرده میتونه که عمر حکومت رحمانوف چقدر دیگر دوام میکنه؟ نظر شما در این مورد چیست؟ این رو فقط خداوند میداند و وابسته است از ملت. اگر ملت دیگر به این نتیجه است که بس تمام دیگر این ظلم و این ستم را نمیتواند تحمل کند، فرد دیگرش میبینید که رحمانوف مثل هر دیکتاتور دیگر از قدرت میرود. اما اگر مردم حالا هنوز هم اون صبر و تحملشان تمام نشده باشد و مزه و اون شیره آزادی و کرامت انسانی را هنوز هم نچشیده باشند، دیگر طبیعی است که رحمانوف باز در قدرت خواهد ماند و من هیچ حدس و تخمین کردن نمیتونم. فقط یک چیز را میگم، این روندی که الان شروع شده است و ما روز به روز دیده ایستاده، بیانگر آن است که این فاصله یا این مدت دارد هر روز کوتاه‌تر شده ایستاده است و دیگر باز تکرار میکنم که خداوند خودش داناتر است به این امور. خب آیا نمیشود مبارزین و مهاجرین به ازبکستان و قرقیزستان روند و از آنجا از هر نقطه مرز وارد تاجیکستان شوند و یک
گردهمایی بزرگ تشکیل شود. باور دارم که در داخل تاجیکستان مردم انتظار هستند که مردم بیرون وارد تاجیکستان بشود و با هم رحمانوف را زده از تاجیکستان پیش میکنند. برادر عزیز، نامش در اینجا نیست. نه، من طرفدار اون نیستم که مردم داخل منتظر شوند که مردمی در بیرون بوده مهاجرین بیایند و در اونجا خیزش یا تظاهرات برگزار کنند و بعد مردم داخل پیوست شوند. نه، برعکس باید باشد. مردم داخل در داخل بوده باید اول این را درک کنند، ضرورت این را درک کنند و اونها باید به این حرکت دست بزنند که بعد مردم بیرون با آنها بپیوندند و کمک کنند. مردم بیرون آماده است، مهاجرین آماده هستند که با تمام قدرت و توان دارند از لحاظ مالی، رسانه‌ای، شبکه‌ها پشتیبانی کنند، رسانه‌ها را در خدمت آنها بگذارند. اما بدون مردم داخل کاری نمیشود انجام داد. شما چند صد نفر، چند هزار نفر را باید از بیرون بیارید به داخل کشور وارد کنید، از کدام مرز؟ اینا یک برنامه‌های یک مقدار خیالی هستند، اما اجرا شونده هستند در صورتی که مردم داخل برای این گونه تظاهرات و به این گونه عملها آماده باشند که روز به روز دارن آماده شده ایستادن. اما نباید ما نقش و اهمیت مردم داخل کشور را نادیده بگیریم یا کم به حسابیم و فکر کنیم که مبارزین و آدمان جسور فقط در خارج هستند و اینها باید بروند رحمانوف را از قدرت دور کنند. نه، مبارزین، مردم جسور، مردم وطن دوست در همه جا هستند، در داخل و در خارج. شاید در داخل بوده ها جسارت و شجاعتشان به مراتب قوی‌تر و بیشتر از خارج بوده ها است. ما در خارج هستیم، دور از زندان و دور از اون ظلم رحمانوف حالا صحبت کرده ایستادیم. این معنی ندارد که ما جسورتر از مردم داخل هستیم. آیا با خودمون سوال دادیم که اگر ما در داخل کشور می بودیم مثل در همین بیرون بوده صحبت کردن می توانستیم؟ مگر کسی حق دارد که مردم در داخل بوده را متهم به ترسویی و به نداشتن جسارت کنند؟ هیچگاه. برعکس اونا خیلی باز هم جسارت میکنند که تماس میگیرند، زنگ میزنند، سوال مینویسند، لایک میمونند و اعتراض خود را بیان میکنند. این همش نشانه جسارت است. ما باید تکیه به همون مردم داخل کنیم و باید که اصل کار مردم داخل تاجیکستان رو قرار بدهیم، با اونها صحبت کنیم و بدانند مردم داخل که مردم خارج در پهلوی آنها حتما خواهد بود. خب پس زود دو صحیفه دیگه بوده است بگذاریم و چون سوالها رو با وقت دیگر نمونیم. کرونا ویروس در تاجیکستان اوج گرفته است، اما حکومت جمهوری تاجیکستان آن را رد می‌کند. الکی ده‌ها نفر در همین ماه از این ویروس درگذشتند. چرا شمایان مخالف فان خاموشید؟ اقلا شمایان صدا بلند کنید تا حکومت شورندشی کند. اگر شمایان صدا بلند نکنید حکومت نیز تا آخر از نبودن کرونا ویروس در تاجیکستان رد می‌کند. بله دوستی عزیز، تا وقتی که ما از بیرون در اول کرونا ویروس صدا بلند نکردیم، حکومت رد کرد، انکار کرد، ما را خائن گفت، ما را اغواگر گفت، اما بعد مجبور شد که بعضی چاره‌ها را بیاندیشد و دکترها معاش وعده کند که بعد نداد و بعضی دوتازها را انجام داد. و چرا الان ما کی میگه خاموشیم؟ من الکی چند دقیقه پیش در این باره گفتم و تازه خبرهای از نوع اوج گرفتن کرونا ویروس در رسانه‌ها پخش شد. شما مطمئن باشید که دیگر رسانه‌ها خاموش نخواهند بود و ما هم مخالفین هم خاموش نخواهیم بود و حتما در برداشتن این مسئله سهم خود را خواهیم گذاشت تا اینکه شما درست گفتید که حکومت مجبور شود که اقدام کند. اگر تا حکومت مجبور نشود ما مجبورش نکنیم، وقتی ما میگیم خود ملت با شمول مخالفین و رسانه‌ها، اگر مجبور نکنیم حکومت تاجیکستان باز هم به همون رقص و بازی مشغول است، به همون مهمان قبول کردن و گسیل کردن و به همون حالا شنیدم که معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان هم از کرونا ویروس دیروز یا همین روز گذشت. خب معاون وزیر فرهنگ کی مسئوله که با همون فرهنگ تاجیکستان که همون رقص و بازی است، یعنی حکومت تاجیکستان از فرهنگ رقص و سرود و همون جنباندن رو میفهمد، حالا که مفهوم فرهنگ خیلی وسیع و عمیق است. اما همون گروهی را که برای پیشواز میرزیایف و برای این جشن استقلالیت و برای اینها گروه‌های رقصی و مارشیروف کار آماده کرده است، اینها هم از توسط وزارت فرهنگ میشود. دیگر معاون وزیر فرهنگ کرونا ویروس شده از دنیا گذشت. کی کفالت میدهد که در این وزارت
дигар ин коронавирус авж нагирифтааст ва аз вазорати фарҳанг ба тамом ин одамое ки маршировка мераванд рақс мекунанд он чорабиниҳоро баргузор мекунанд ба инҳо сироят накунанд. ин ба хотири рақсу бозии Раҳмонов ва хушгузаронии ӯ миллатро боз ба ин мусибати коронавирус дубора гирифтор мекунанд. вақте ки тамоми ҷаҳон чорабинӣ мекунад гуфт ки мо коронавирус дорем, Раҳмонов эълон кард ки надорем дигар. хоб надошед аз куҷо пайдо шуд? парвозҳо ки маҳдуд аст, ҳар касе ворид мешавад, санҷиш карда мешавад, тест мегиред, пас маълум мешавад ки коронавирус дар дохили кишвар будааст дар ин муддат. фақат шумо дурӯғ гуфтед. бинобар ин бародари азиз, мо ин масъаларо ҳатман хоҳем бардошт ва хоҳиш мекунам аз миллатам ки дигар сокит набошанд. хуб, саволи баъдӣ, миллат бояд ватанпарвар, динпарвар, номуспарвар бошад. мебинем ки миллат шикампарвар шудааст. ҳамин тавр не? На, ин тавр не бародари азиз. миллати тоҷик, бале дар ҳар миллат шикампарвару фурсатталаб ино ҳастанд. мо ҳам дигар тоҷикҳо ҳам инсон ҳастанд, аммо аксарияти миллати тоҷик дигар инҳо ватанпарвар ҳастанд, динпарвар ҳастанд, номуспарвар ҳастанд ва ба ҳеҷ ваҷҳ намешавад миллати тоҷикро шикампарвар гуфт. аммо бале дар ин чанд вақте гуфтам ки ин ғулом ибни ғулом ибни ғулом, дар ин се насл ки аз ғуломӣ озод нашуд, аз як ҳикмати золими Амир Олимхону, баъд ба ҳукумати болшевикию, баъд ба Раҳмонов, дигар ин табиати зулмпарварӣ ҷузъи фарҳанги сиёсию фарҳанги миллии мо шуд мутаассифона. аммо мо шумо бояд кор кунем ки он асолати зулмситезӣ ва адолатпарварии миллат ва диндӯстӣ, ватандӯстӣ ва озодандешии миллатро ба худаш баргардонем. хуб, ҳукумати калидӣ дар дасти мафия мебошад, мисли Раҳмонов, Раҳимов, Мансуров, Ятимов. ҳамаи бадбахтӣ, ҷиноятҳо аз дасти инҳо сар зад. миллатро хору зор инҳо карданд. шумо чӣ мефармоед? ҳоло ман дигар чӣ мегӯям, вақте ки шумо ҳамон чизеро гуфтед ки ҳамаи мардум медонанд. дигар ман бори дигар такрор кардани ҳамин ҳарфҳо зарурат надорад. Я лично против того, чтобы после свержения власти Рахмонова новая власть зависела от каких-либо государств в плане политической, экономической и социальной зависимости. Но без поддержки извне возможно ли свернуть нынешнюю власть, которая зависит от своих политических союзников и должников? Изменится ли отношение нового правительства с теми обязательствами и договорами между государств, имею в виду ОДКБ, Шанхайское соглашение и СНГ, подписанные режимом, а также какова перспектива вхождения Таджикистана в Евразис? Допускается ли в дальнейшем участие нынешней НДП в выборах президента в Таджикистане, то есть главы государства, так как, по моему мнению, Таджикистан не нуждается в президентском правлении, лучше всего премьерское правление в переходной период. Дорогой друг, я с вами согласен, что после свержения нынешней власти следующая власть зависела от каких-либо других государств или международных организаций, политически, экономически или культурно. Но нельзя, знаете, в современном мире быть абсолютно независимым невозможно. Все государства зависят друг от друга, все государства имеют взаимоотношения, все государства входят в каких-либо международных или региональных организаций, а вхождение в таких организаций означает, что часть полномочий передается международным организациям. Например, государства, которые входят в Евросоюз, они делегируют часть своих полномочий над государственным структурам. То же самое и Таджикистан, когда мы вошли в Шанхайское соглашение, в СНГ, ОДКБ или в ООН, или в ОБСЕ, однозначно мы должны соблюдать те нормы, которые принимаются в рамках этих международных организаций и договоренностей. Но ни в коем случае Таджикистан не должен зависеть экономически и политически от других государств или международных организаций в такой степени, чтобы мы потеряли самостоятельное принятие решений. Таджикистан сегодня практически потерял экономическую независимость, поскольку 50% внешнего долга приходится на отдельных государств. Поскольку размер внешнего долга уже превышает госбюджет. Поскольку
валовый внутренний продукт в сумме почти 50% ВВП поступает или составляет те деньги, которые поступают за счет мигрантов. Это говорит о том, что экономически мы уже зависим от внешних игроков, от внешних актеров. Но мы должны, следующая власть должна делать все для того, чтобы уменьшить экономическую зависимость, а обеспечить полную политическую независимость, естественно, в рамках тех международных договоренностей. Что касается перспективы вхождения в Евразес, все зависит от того, на данный этап, какова наши интересы, интерес таджикского народа. Я считаю, что сегодня Евразес потерял свою актуальность, потому что если 2 года, 3 года тому назад Россия, Казахстан, они были очень нужны нашим мигрантам, сегодня и там нет рабочих мест, уже ситуация не та. Но все-таки я не могу сейчас однозначно, категорично сказать. Надо обсудить этот вопрос с экспертами. И только после этого можно сказать, что на сегодняшний день стоит Таджикистану войти в Евразес или нет. Те государства, которые вошли, наверное, получили какие-то бонусы, но они говорят опять о проблемах. Я на сегодняшний момент сейчас не могу об этом сказать. Наверное, после совещания с экспертами, которые хорошо разбираются в этот вопрос, мы можем отвечать на этот вопрос, какова наша позиция. А что касается НДПТ и следующего выбора, я считаю, что как партия, она уже дискредитировала себя, но члены НДПТ, те, которые не замечены в грубые нарушения прав человека, в коррупции, они могут, как независимые кандидаты или как члены других политических партий или объединений, могут участвовать в выборах на различных уровнях. А что касается президентских или премьерских правлений, я считаю, что, или парламентских правлений, я считаю, что переходной период должен быть опять президентским, или через Госсовет, потому что переходной период требует иногда очень централизованных и иногда жестких действий. А после переходного периода, да, возможно, будет более оптимальным для Таджикистана перейти на парламентское правление, но это опять зависит от решения самого народа, от консенсуса, к которому придут все участники переходного периода. Это и отечественные политические партии, и мигранты, и оппозиционные силы, и гражданское общество. А все это должно быть в процессе национального согласия, через референдум, через национальное согласие. Иначе решением одной партии, решением одним человеком, как всегда поступает Рахмон, решать такие важные государственные вопросы, было бы повторение тех ошибок, которые совершил Рахмон. دوستان عزیز، در همین جا سوال هم به انجام رسیدن، صحبتی ما هم به انجام میرسد و امیدوارم که بعد از بازگشت سفر باز صحبت‌های هفته‌ای خود را ادامه خواهیم داد تا صحبت‌های بعدی در پناه پروردگار منان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.